اگه تنها وسط اقیانوس توی یه جزیره گیر بیفتی چی کار میکنی؟ امروز تو کانال فیلم 1 دقیقه میخوایم خلاصه فیلم دور افتاده رو با هم به تصویر بکشیم. چاک نولند کارمند یک شرکت پستیه که در یک سفر کاری هواپیماش سقوط میکنه. در یک جزیره دور دستگیر میفته. اون باید یاد بگیره چطور زنده بمونه و با تنهاییش کنار بیاد. یه همدم کوچولو هم پیدا میکنه به اسم ویلسون. فیلم پر از لحظه های نفسگیره و نشون میده امید و اراده تا کجا میتونه انسان رو جلو ببره. اینکه در نهایت چه اتفاقی برای چاک میفته چیزی هست که باید تو فیلم ببینید. مرسی که همراه ما بودید.